سال نهم پس از هجرت بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع که یگانه حج فرضی نموده با یارانش بود رو به اصحابش نموده وعظ می گفت و این آیت مبارک هم نازل شد: امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمتهای خود را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم. ابوبکر صدیق خدا از او راضی باد چون این آیت به گوشش رسید به گریه آمد و به او گفتند: چه چیزی تو را به گریه آورد ای ابوبکر؟ این آیت هم همانند آیت‌های دیگری است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می شوند. ابوبکر خدا از او راضی باد گفت: این خبری فرارسی مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مدینه برگشت و 9 روز قبل از وفات بود که آخرین آیت از قرآن نازل شد: از آن روز که به سوی خدا باز می گردید بیمناک باشید. هر کس را پاداش عملش به پرگی داده می شود و ستم نمی بیند. پس از نزول این آیت مبارک بود که اثر رنجوری و دردمندی در چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم هویدا گردید و گفت: میخواهم به زیارت شهیدان احد بروم. صلی الله علیه و سلم به سوی آرامگاه شهید گشتگان غزوه احد رفت و بالای قبرهای یاران شهیدش ایستاد و گفت: سلام بر شما ای شهیدان احد، شما از ما سبقت کرده اید و ما هم با خواست خدا به شما می پیوندیم و من هم به نزد شما می آیم. و چون او صلی الله علیه و سلم از نزد شهیدان احد باز می گشت، از چشمانش اشک جاری گشته به گریه آمد. یارانش گفتند: یا رسول الله، چه چیزی شما را به گریه آورد؟ گفتند: پزمان برادرانم شدم. گفتند: آیا ما برادران تو نیستیم یا رسول الله؟ گفت: نه، شما صحابگان و یاران من هستید، اما برادرانم قومی هستند که پس از من می آیند و به من ایمان می آورند در حالی که مرا ندیدند. پس از گذشت 6 روزی از رنجوریش باز بیماری و دردمندیش بیشتر گردید که آن زمان در خانه همسرش میمونه خدا از او راضی باد بود و گفت: همسرانم را به نزدم بخوانید. همسران گرامیش همه گرد او صلی الله علیه و سلم جمع آمدند و از آنها خواست تا اگر ملال نباشد روزهای بیماریش در حجره همسر خردیش عایشه خدا از او راضی باد باشد. همسران همه گفتند: یا رسول الله، ما همه خواست تو را میپذیریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست تا از جایش برخیزد اما نتوانست. علی ابن ابو طالب و فضل ابن عباس خدا از هر دوی اینها راضی باد آمدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را از حجره همسرش میمونه خدا از او راضی باد به حجره عایشه خدا از او راضی باد بردند و صحابگان بار اول رسول الله صلی الله علیه و سلم را در چنین حالت می دیدند. همگان در مسجد جمع آمدند، یکی از دیگری به تعجب و با آواز پست می پرسیدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم را چی شده است؟ عرق از تن رسول الله صلی الله علیه و سلم جاری بود. عایشه خدا از او راضی باد می گوید: در زندگیم کسی را ندیده بودم که با چنین شکل عرق از تنش روان باشد. من دست رسول الله صلی الله علیه و سلم را گرفته و با دست خودش رخسارش را می مالیدم، زیرا دست رسول الله صلی الله علیه و سلم از دست من خوبتر و پربرکت‌تر است. و او صلی الله علیه و سلم می گفت: لا اله الا الله، مرگ دارای سقرات است. چون سخنان مهربانانه اصحاب در مسجد زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: چه خبر است؟ گفتند: یا رسول الله، برای تو در هراسند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: مرا به نزد آنان برید و خواست خودش از جایش برخسته به نزد آنان رود.
اما دیدند که نمیتواند، سپس او را برداشته به مسجد آوردند. چون او را به منبر برداشتند، آخرین خطبه و آخرین سخنان خود را به یاران ابراز داشته فرمود: ای مردم، چنانی که من میبینم شما از جان من در خراسید. صحابگان گفتند: بله همین گونه است یا رسول الله. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ای مردم، وعدگاه ما و شما در این دنیا نیست، بلکه در نزد حوض، یعنی حوض کوثر است. سوگند به خدا، گویا چنان است که من از جایم حوض را میبینم. ای مردم، سوگند به خدا من از آمدن فقر بر بالای شما ترس ندارم، اما آنچه که از آن ترس دارم دنیاداری است که شما برای دریافت آن مسابقه میکنید و همانند آنها که هلاک شدند هلاک میشوید. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم تکرار به تکرار می گفت: شما را به خدا قسم می دهم که نماز را هرگز ترک ننمایید. و فرمود: ای مردم، درباره زنها از خدا بترسید، درباره زنها به شما توصیه نیک می فرمایم. این چنین فرمود: ای مردم، خدا بنده ای را از بندگان میان دنیا و آنچه که نزد اوست مخیر گذاشت و بنده آنچه را که نزد خداست برتر شمرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از آن که از منبر پایان شود دعای برای مسلمانان نموده فرمود: خدا شما را در پناهش بدارد، خدا شما را نگه دارد، خدا شما را پیروز دارد، خدا شما را پایدار دارد، خدا شما را یاری دهد. و در پایان سخنش فرمود: ای مردم، هر کسی از امتم را که تا روز قیامت از من پیروی می کند سلام و درود مرا بر او برسانید. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم را به خانه‌اش بردند و چون از خواندن نماز هم ناتوان گردید فرمود: به ابوبکر بگویید با مردم نماز بگذارد. عایشه خدا از راضی باد گفت: یا رسول الله، ابوبکر مرد دل نرم است و صدای پست دارد و وقت قرآن میخواند زیاد گریه میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: باید به مردم نماز بگذارد. عایشه خدا از راضی باد میگوید: من دوباره سخنم را تکرار کردم، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: شما زنها رقیق القلب، یعنی دل نرم هستید، به او بگویید به مردم نماز بگذارد. عایشه خدا از راضی باد گفت: سوگند به خدا من این را نمیگویم و من دوست می‌دارم که این مسئولیت از ابوبکر برداشته شود و می‌دانم مردم هرگز دوست نمی‌دارند که کسی در جای رسول الله صلی الله علیه و سلم بایستد و چنین کس را در هر رویداد به فعل بد می‌گیرند و من دوست می‌دارم که این مسئولیت از ابوبکر برداشته شود. پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم در خود اندک قدرت برای از حجره بیرون آمدن و نماز خواندن احساس کرد و با پای خود به مسجد رفت، در حالی که ابوبکر خدا از راضی باد با مردم نماز می‌گذارد. ابوبکر خدا از راضی باد خواست یک کنار شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او اشاره کرد تا در جای خود بماند. او صلی الله علیه و سلم آمد و کنار او نشست. در همین لحظه های آخری از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که عبدالرحمن ابن ابوبکر خدا از راضی باد در دست مسواک به نزدش وارد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی مسواک می نگریست، اما از شدت بیماری نمی توانست بگوید مسواک را به من بده. عایشه خدا از راضی باد درک نمود که صلی الله علیه و سلم چی می خواهد و برای همین مسواک را از برادرش عبدالرحمن گرفت و در دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت. پس از آن دختر یگانه اش فاطمه خدا از راضی باد به نزد پدرش وارد گردید و اشک از چشمانش سرازیر شد.
زیرا هرگاه دختر جگربندش به نزدش وارد می شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایش برخاسته از پیشانیش بوسه می کرد. اما این دفعه حال صورت دیگری گرفته بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: به من نزدیک شو ای فاطمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به گوش فاطمه گفت و گریه‌اش بیشتر گردید. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که فاطمه گریه می کند، باز گفت: به من نزدیک بشو ای فاطمه. بار دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به گوش جگربندش چیزی می گفت و دیدم که فاطمه این دفعه می خندید. پس از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از فاطمه پرسیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به تو چی گفت؟ فاطمه خدا از راضی باد گفت: بار اول به من گفت: ای فاطمه، من امشب به نزد پروردگارم می روم. من گریه کردم. چون دید که من گریه می کنم، بار دیگر گفت: ای فاطمه، تو اولین کسی خواهی بود که به نزد من می آیی. و من خندیدم. عایشه خدا از راضی باد می گوید: پس از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسانی در خانه بوده خواست که هر دوی ما را تنها گذارند و از من خواست که با او نزدیکتر شوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم سرش را در بغل همسرش گذاشت و دستانش را بالا نموده دعا می کرد که آنگاه جبرائیل علیه السلام به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و گفت: یا رسول الله، فرشته مرگ پشت در است. اجازت وارد شدن به نزد شما را می خواهد و از کسی قبل از تو اجازه وارد شدن را نخواسته است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: به او اجازه بده ای جبرائیل. فرشته مرگ به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد و گفت: سلام خدا بر تو ای رسول الله. خدا مرا فرستاد تا تو را مخیر گذارم بین این که در دنیا باقی بمانی و یا این که به نزد پروردگارت بروی. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: بلکه بر رفیق اعلا. پس فرشته مرگ در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست و از روح پاک محمد ابن عبدالله خواست تا به سوی رضای پروردگارش از تن رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون شود. و دیدم که دست او رسول الله صلی الله علیه و سلم پایان شد و سرش را که در بغلم گذاشته بود گران شد. این دم دانستم که جان به حق تسلیم نمود. از حیرت نمیدانستم چی کار کنم مگر این که در مسجد را باز کرده و فریاد زدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم جان به جان آفرین سپرد. اینجا بود که مسجد همه به گریه آمد. علی ابن ابو طالب خدا از او راضی باد از حیرت در جای خود نشست. عثمان ابن عفان خدا از او راضی باد به مانند کودکی گشت که از دستش به طرف چپ و راست می کشیدند. عمر ابن خطاب خدا از او راضی باد شمشیرش را کشید و می گفت: کسی می گوید که محمد مرده است، سرش را از تنش جدا می کنم. و گفت: تنها او چون موسی علیه السلام که به ملاقات پروردگارش رفته بود برای ملاقات رفته است و خواهد برگشت. اما چون ابوبکر خدا از راضی باد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شد، چادر را از روی ایشان یکسو کرد و او را به آغوش گرفت و می گفت: ای خلیل خدا، ای صفی خدا، ای حبیب خدا، ای نبی خدا، بعد از این دیگر مرگ را نخواهی چشید.